بچه‌ها سلام، من امروز اومدم خونه خواهرم. میخوایم الان با هم دیگه چی درست کنیم؟ پانکیک پنیری درست کنیم. حالا بینش ممکنه صحبت کنیم، حالا کارهای مختلف کنیم. الان من برای هم برای کفش کاغذ ببرم، هم برای دورش یا نبرم؟ فقط دو تا کف. اوکی. خب مرسی. آره با چای و اینا. این پانکیک واقعا برام خیلی پانکیک جذاب و خب رفته تو فر پانکیک ها تا 45 دقیقه دیگه. لغت پانکیک در پانکیک به یکی از واحدهای اندازه‌گیری وزن در واقع اشاره داره. هر پوند معادل مثلا 453 از پوند شاید میاد، همون گرمه، مال واحد پول نیست، واحد وزنه. یعنی در اون زمان توی انگلیس هر پوند 453 و 59 گرم بود. با وجود اینکه بیشتر کشورها واحد گرم برای اندازه‌گیری حجم استفاده می‌کردن، ولی استفاده از واحد پوند برای وزن کردن هنوز هم در انگلستان و آمریکا مرسومه. علت گذاشتن واحد حجم روی این کیک حجم 1 پوندی هر کدوم از مواد اولیه بود تو زمان خودش. این کیک به دلیل نداشتن خامه و کرم رویه بسیار مناسب پیکنیک، تغذیه مدرسه اسونه است. به دلیل محبوبیت این کیک 4 مارس رو در آمریکا روز ملی پانکیک هم حتی نامگذاری کردن. آره. تو آمریکا؟ توی آمریکا. و علت همین مقدارهای برابرش هم که میگه که واحد در واقع پوندش برمیگرده به مقدارهای برابر کره و پنیر و شکرش. هر کدوم 1 پوند هر بوده. کدوم 1 پوند بوده. چون اقلام این که در واقع مثلا چند قلمش روی 1 پوندی بوده و مقدارهای برابر داشته، فرمول چیز نداشته. حالا مثلا به اضافه چیزهای دیگه در کنار این شد تبدیل شده کلا به پانکیک. انگار کفش هم همون واحد گرمی که برای خوندن بوده. بعد این مثلا شده پانکیک بزرگتر، 2 برابری، 3 برابری مثلا اینجوری شده کم کم. مثلا مثل آش رشته 5 کیلویی.
میتونه اینم یه مثلا همه حبوباتش 5 کیلوه. آماده شده. قطعش کن لطفا. نه باید دورش رو جدا کنیم. من میگم قطعش کن لطفا. بچه ها خودمونن. علش جدا نکرده بودی؟ نه. خب پانکیک پنیری بخوریم یه خجالت. اختیار داریم. مرسی که اومدی. شده چای سرد نشد. پشت صحنه گفتن چای بخور. عالی. دست خودت هم بیار نکن دیگه ما بریم بخوریم.